رادیوی تاجیکستان گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا سلسله گفتارها را از روی کتاب سیمومین یتیموف معلم من که در آن مجموعی مقاله ها وابسته به فعالیت آموزگاری معلمان مکتب های میانه و عالی که مؤلف خدمت آنها را در تربیت و تشکل جهانبینی علمی، معرفتناکی و بیدار کردن حس دانش اندوزی نورسان و جوانان زمان فوق‌العاده ارزشمند می شمارد گرد آورده شده اند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر به سمعتان می رسانیم. گفتاری پنجم. به دانش روان را توانگر کنید. یکی از دانشمندان فاکولته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه کولاب در سالهای 70 عصر گذشته استاد رستم جورایف بود. ختم کرده فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی سانکت پتربورگ. درباره ایشان ما دانشجویان معلومات کافی نداشتیم. طبق شنیده ما گذشتگان او از ناحیه اشت بودند. بعضی ها می گفتند که رستم جورایف بعد با بهای اعلی ختم کردن دانشگاه مشهور به کار به فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان دعوت شده است. آنجا چند مدت فعالیت کرده است. بعداً به حیث ترجمان در سفارت اتحاد شوروی در افغانستان فعالیت نموده است. اما در کابل با راهبرش سازآمدی نکرده است. از سفارت بازخواند شده است. همین طریق رستم جورایف مرموز به کدام سبب به کار به دانشگاه کولاب فرستاده شده بود. ما تعجب می‌کردیم که آن چه روزگاری ناسازگار بوده است. وگرنه نابغه مثل این شخصیت ناتکرار جای خود را در دانشگاه مضافاتی نمی‌دید. رستم جورایف مرد میانه قد، فربه، روی باریک، چشمان آریایی، بینی بلند، لبان تنک، پیشانی وسیع، موی سری سیاه داشته، قسمت پیش سرش کم موی گشته باشد هم به صلابت و مرتبه خرد او موافق می افتاد. آواز جالب داشت، مثل نطاقان رادیو که خبرهای رسمی را قرائت می کردند سخنوری می نمود. پس گپ زند هم نطقش نهایت جالب بود. همه به منطق سخن او گوش و هوش می شدند. می فهمیدند که ماهیت افاده موضوع تا کدام درجه در نادرگویی و معنی آفرینی استاد توصیف و تفسیر می یابد. چنان زبان بای داشت که سخن را بالا برده روی کرسی می نشاند. رفتار و قدمانی با صلابت داشت. در بین معلمان فرق می کرد. از روی دانش و خردی که بر استاد نصیب گشته بود همه به او با احترام مخصوص مناسبت می کردند. من بعد هم هنگام تحصیل در اسپیرانتورا، دکترانتورا، فعالیت علمی، کورس و سمینارها و تحصیل در مکتب‌های خارجی من مثل رستم جورایف شخصیت همسان او را در منزلت معرفتناکی، دانشمندی و شهادتنامه معلمی ندیدم. بعد چند مدت از معلم عادی رستم جورایف مدیر کافدره زبان روسی بین فاکولته دانشگاه کولاب تعیین شد. از بخش‌های گوناگون از جمله در گروه مخصوصی فاکولته زبان و ادبیات روس که آنجا فقط روس زبان‌ها تحصیل می‌کردند، از فن گراماتیک زبان روسی و از گراماتیک زبان تاجیکی در فاکولته زبان و ادبیات تاجیک، اینچنین از گراماتیک مقایسوی هم برای روس‌ها با زبان روسی و هم برای تاجیکان
با زبان تاجیکی درس می گفت. طبق برنامه فاکولتت هر گروه 25 نفری به 2 زیرگروه جدا کرده شده بود. همین طریق این زیرگروه ها از 12-13 نفری عبارت بودند. رستم جورایف به یکی از این گروه ها گراماتیک زبان تاجیکی و به زیرگروه همین گروه از گراماتیک زبان روسی تعلیم میداد. سمت‌های درسدهی رستم جورایف اساساً گراماتیک‌های عملی زبان روسی و تاجیکی بودند. معلم قاعده‌های مورفولوژی و سینتاکسیسی را در اساس مفاهیم‌های تاریخی و زمان معاصر، طرز تشکل و تحولات زبان‌ها شرح می‌داد. ده‌ها مثال‌های گوناگون پیش می‌آورد. آنها را در دایره فرموله‌های گراماتیکی، تفسیر و از نگاه علمی پیشکش دانشجویان می‌کرد. البته سطح دانش علم آموزان یک ذیل نبود، اما معلم با به اینابت گرفتن درجه انکشاف دانشجویان هر یک نظریه علمی را به تفصیل عادی خیلی استادانه می‌فهماند. لیکن او گویا جداً اهمیت نمی‌داد که کدام دانشجو تا کدام درجه درس را از خود می‌کند. 2-3 شنونده پیشقدم را انتخاب می‌کرد. درجه از خودکنی علم را در مثال آنها می‌سنجید. می‌دید که انتخاب کرده ها او را می‌فهمند. اجرایش برنامه‌های درسی را به طرز باور بخش ادامه می‌داد. ما در گروه روسی رستم جورایف سبق می‌گرفتیم. در کورس سیوم علاقه دیفینیسیا، اصطلاحات و کاتگوری‌های گراماتیک را خوب از بر نموده بودیم. فقط دانش‌های خود را می‌بایست از لحاظ عملی در مثال‌ها، متن‌های علمی، پوبلیسیستی و بدیعی تحلیل می‌کردیم، می‌سنجیدیم. معلم رستم جورایف در زیرگروه روسی ما در مدت 90 دقیقه درس را به پرگی با زبان ادبی روسی می‌برد. با این زبان چنان تازه، آزادانه، افاده‌ناک سخن می‌گفت، گمان می‌کردی که سخنگو صاحب زبان است. تصنیف مورفولوژی این زبان، انکشاف آن را در جمله‌های ساده و مرکب روسی با نوع والاترین نهایت فهما شرح می‌داد. با آوردن مثال‌ها از ادبیات بدیعی کلاسیکی و معاصر روس، استفاده کاتگوری‌های گراماتیکی را اثبات می‌کرد. ما دانشجویان دهاتی مکتب عالی مضافاتی با یک فرزند ملت تاجیک از ناحیه دوردست تاجیکستان همگی 5 سال در روسیه تحصیل کرده است و به این اندازه زبان خارجی را از خود نموده است افتخار می‌کردیم. به درس‌های او گوش می‌انداختیم. کوشش می‌کردیم اگر مانند هم شده نتوانیم پیروی چنین استاد باشیم. در بین دانشجویان و معلمان دانشگاه دائما درباره درجه نهایت بلند دانش‌های علمی و خاطره فوق‌العاده معلم رستم جورایف نقل‌های جالب می‌رفت. یک صفت مخصوصاً فرق کننده معلم جورایف آن بود که در ساعت اول درس نام و فامیلی هر یک دانشجو را می‌گرفت. به او یک دفعه نگاه می‌کرد. بعداً تا ختم دانشگاه دیگر هرگز نام و فامیلی در کدام فاکولتت، کورس، گروه و زیرگروه خواندن او را فراموش نمی‌کرد. چطوری که یادآوری شد، او در زیرگروه ما از عملیه گراماتیک زبان روسی درس می‌گفت و هنگام مشغولیت یگان کلمه تاجیکی را استفاده نمی‌برد. همین طریق در زیرگروه دیگر که معلم جورایف به آنها از گراماتیک زبان تاجیک درس می‌گفت، یگان کلمه زبان روسی را به ضرورت مثال به یاد نمی‌آورد. در خصوص خاطره فوق‌العاده معلم رستم جورایف در بین دانشجویان و معلمان گاه نقل‌های جالب رایج بود. در گروه بی کورس سیوم فاکولتت زبان و ادبیات که ما در آن تحصیل می‌کردیم، فقط بچه‌ها می‌خواندند. گروه همه از دهات دور منطقه‌های کولاب، وادی وخش و وادی رشت جمع آمده بود. 11 نفر با بهای اعلی تحصیل می‌کردند. از این جهت آن در دانشگاه مقام اول داشت. گروه ما را نیم شوخی و نیم جدی گروه منتخب دانشگاه نام می‌بردند. معلمان اگر نسبت به ما سختگیر بودند، ما هم نسبت به معلمان سرطلبی خود را پنهان نمی‌کردیم. این سرطلبی و شوخی‌های ما گاه از حد می‌گذشت. یک زمان همسبقان ما خواستند فهمند که در حقیقت معلم جورایف خاطره فوق‌العاده دارد.
همه را با نام و فامیلیا، از کدام فاکولته، کورس، گروه و زیرگروه بودنش می شناسد. یعنی با این مقصد 2 نفر از همکورسان اسایف و بقایف قرار قبول کردند که معلم سختگیر جورایف را سنجند. یکی از روزهای یکشنبه در بازار سیر آدم مرکزی شهر کولاب معلم جورایف را دیدند که رسته های بازار را تماشا کرده کم چیزی را خریدنی است. بحریدین اسایف که با ما در گروه روسی میخواند و معلم جورایف نزدیک شده سلام معلم گفته گذشتنی شده است. معلم جورایف به اسایف نیم نگاه کرده здравствуйте товарищ اسایف گفته به تماشای خود ادامه داده است. بقایف و اسایف در تعجب شده معلم را از دور ناعیان پاییدن میگیرند. هنگام گذشتنش از نزد مگزین طلا فروشی که در درآمدگاه بازار واقع بود با مصلحت اسایف همسبق دیگری ما بقایف که در زیرگروه تاجیکی میخواند گویا با معلم ناگهان واخورده باشد به او روبرو شده здравствуйте رستم جورایویچ گفته احترام سنجشی خود را بیان کردنی شده است. معلم طرف دانشجو یک نگاه کرده سلام رفیق بقایف گفته گرم پاسخ داده است. روز دوشنبه همسبقان ما این واخوری سنجشی خود را به همکورسان خیلی با شوق و ذوق و شیفتگی نقل می‌کردند. معلم رستم جورایف در سال 4 خانش به ما از فن زبانشناسی مقایسوی لکسیه خواند. تا حاضر من معتقد هستم که تمام لکسیه های معلم یک نوع درس های نمونوی در ساحه زبان از جمله زبانشناسی عمومی و فلسفه زبان بودند. رستم جورایف مثل معلم عزت‌الله تملیخایف به قلم و کاغذ وارد صنفخانه می شد. در کیسه راستش همگی 5-6 کارتچکه خرد، در کارتون تنوک زردی از دست با حرفهای خرد در پشت رو نوشته شده داشت که آنها را گاه نیم نگاهی هم نکرده گویا استفاده می کرد. او نظریه های زبانشناسان مشهور عالم شاخمتوف، وینگرادوف، یاکوبینسکی، اوژگوف، پیشکوفسکی و دیگران را به طرز مقایسوی پیشنهاد، تحلیل، بررسی، خلاصه براری و ارزیابی میکرد که برای ما دانشجویان بسیار جالب بود. توجه ما را نظریه متریالی زبان همچون حادثه جمعیتی، ماهیت خویشیگری زبانها، عائله و گروه های زبانی، قانونمندی های ترقیات زبانها، زبان همچون عامل وحدت و رشد ملت ها، انکشاف جهانبینی علمی دانشجویان بر پایه درک ریشه های طبیعی، تاریخی، فیزیولوژی و جمعیتی زبان بیشتر جلب می کردند. درس های رستم جورایف آید به اتیمولوژی مقایسوی گروه زبان های هند و اروپایی مخصوصاً جالب توجه بودند. او با وجود تحصیل در شرایط بیرون از مملکت در درجه اعلا دانستن زبان های خارجی شخصیتی وطن دوست و ملت پرور بود. نقش زبان تاجیکی را در تشکل زبانهای هند و اروپایی مهمترین عامل می دانست. تأکید می کرد که زبان تاجیکی از زبانهای بنیادی و حلقه آفرین عائله زبانهای هند و اروپایی می باشد. اثبات کردنی می شد که تمام کلمه های منسوب به گروه زبانهای هند و اروپایی که ریشه است دارند، حالت، حرکت و منصوبیت را می فهمانند، در اصل از ریشه فعل یاریدهنده است آغاز یافتند. برای مثال stop، stood، establishment سوفیکس مکانساز خاصیت بین الخلق گرفته استان که نام بسیاری از کشورها توسط همین سوفیکس مکانساز موقع سکونت آنها تایید شده است، اصلا از همین ریشه فعل یاریدهنده زبان تاجیکی سرچشمه می گیرد. همین طریق او هنگام خواندن لکسیه ها در موضوعهای مربوط به زبان شناسی مقایسوی و اتیمولوژی مقایسوی زبان تاجیکی را با زبانهای انگلیسی، نمیسی، پشتو و غیره خیلی آزادانه با مثالها در تناسب، عمومیت و فرقیت می‌گذاشت. در مفکوره ما دانشجویان عقیده شکل می‌گرفت که معلم جورایف همه این زبانها را می‌داند. اما چقدری که ما
به دانش‌های معلم رستم جورایف قائل شده باشیم، همان قدر کنجکاوی دانشجویی ما را نمی‌گذاشت که در این باورها تا آخر استوار مانیم. می‌گفتیم علم وقتی به آخر می‌رسد که آنجا باورها خاصیت مطلق می‌گیرند. سبب بتپرستی، رکود و بدبختی عاقبت سخن ملا نیز در همین است. یکی از همکرسان و رفیق ما تیشه شریفوف که بچه علاخان همزمان شوخ فیض‌آبادی بود، به خیرد معلم رستم جورایف درجه زباندانی او قائل بودن خود را تأکید میکرد. میدانم که معلم جورایف از جمله دانشمندترین استادان دانشگاه است. شاید مثل او عالم نه تنها در کولاب بلکه در تمام مکتب‌های عالی مملکت نیز پیدا نشوند. اما هیچ ممکن نیست که یک آدم در 35-40 سال عمر خود اینقدر علم و معرفت را از خود کرده تواند. من به این فکر هم راضی شدم هم نه. گفتم ابو علی سینا فرموده است که بغیر از تعلیم گرفتنها و کتاب خواندنها انسان‌هایی هستند که لیاقت فطری دارند. توسط ازبر نمودن دانش‌های اولی خود به خود به عمق مسئله وارد می‌گردند. در نتیجه خواندن و شنیدن اندک آنها نسبت به دیگران تیزتر به معین کردن اطلاعات، کاتگوریا، دیفینیسی‌ها، مفهوم‌ها و قانونمندی‌ها می‌رسند. یک گفتم نگفتم در بلا ماندم. تو در را به فلسفه می‌گذاری. آخر من فکر می‌کنم که همین یک آدم معلم جورایف نمی‌تواند اینقدر دانا باشد. پوزکنده گپ به فکرم او برای ما را قائل کردن شب تا به روز موضوع لکسیش را از تگ دل از یاد و تکرار می‌کند. گفت بچه خود باور، من به فکر تو راضی نیستم. معلم قاری از یاد می‌کردگی معلوم است، لیکن استاد جورایف واقعا نابغه است، ناتکرار است، دانشمندی حقیقی است. گفتم من هم همین خیل گمان میکنم کو، لیکن به هر حال تو با من باش، به آدابی نشود. من استاد را یک بار میسنجم. گفت تیشه خیر، سوال داشته باشی حاضر لکسیا تمام میشود. در آخر دست برداشته طبق معمول سوالت را ده. گفتم مصلحت دادم به تیشه یک رو. نه این کار را من نمی کنم. گفت برای چی؟ پرسیدم من. یکی نمیداند در بین مردم ناخوب می شود. گفت همکرسی خوشگمان من گویا خود را با تدبیر گرفته. خیر چی پیشنهاد داری؟ پرسیدم من. با من بیا خودت میفهمی. گفت تیشه. صنفخانه های دانشگاه کولاب همه دو دری دو طبقگی داشتند. از در پیش معمولا معلمان می در آمدند. راست به پس منبر می گذشتند. رو بروی دانشجویان قرار می گرفتند. در دوم اساساً برای درآمد و برآمد دانشجویان بود. ما با تیشه همکرسی همدان و کنجکاو در قسمت دوم صنفخانه می نشستیم. با زنگ تنفس من و او تیز با در دوم به راهرو برآمدیم. معلم رستم جورایف باید از در یکم بیرون آمده مقابل ما به سمت دکانت یا به طرز دیگر طرف معلم خانه حرکت میکرد. همین طریق من و تیشه سرسخت سراسیموار از در پایین برآمده طرف در یکم مقابل معلم جورایف حرکت کردیم. به معلم نزدیک شدیم. تیشه بار دیگر سلام محترم رستم جورایویچ. لکسی شما به مثل همیشگی ما دانشجویان را مات و محبوب کرد. ما نهایت خوشبختیم. قطار دانشجویانی هستیم که امکان اشتراک در درس‌های پرمحتوا و ناتکرار شما نصیبمان گشته است. دوام این حرفا معلم رستم جورایف یک لحظه هم در جای خود نایستاد که ما را سازگوش کند. معلوم بود که تملق، تعریف و توصیف به معلم خوش نآمد. او قریب به ما نگاه هم نکرد. مثل همیشگی با شتاب به پیش قدم میزد. تیشه این حالت را حس کرده تیز به سوال گذشت. استاد شما درباره تحلیل مقایسوی زبانهای پشتو، تاجیکی، انگلیسی محاکمه رانی کردید. سالهای 60 وقتی ما در دهه بودیم صبح از رادیو سرودهای افغانی را گوش میکردیم. در یادم مانده است که رادیوی افغانستان تکرار به تکرار یک سرودی به فکرم پشتونی را میشنواند که مصرع جالبش این بود: داتاری ستیرگی زیما یادگی. من این مصرع را شنیده از یاد کردم، لیکن معنایش چی باشد تا حال نمیدانم. معلم همان زمان در جایش ایستاد. گفت دفترت را با من ده. تیشه سؤال خود را روایت دار کرده دفترش را هم با خود گرفته بود. به معلم داد. معلم جورایف در بین دفتر با خط عربی جمله گفته تیشه را چنان تیز نوشت که ما خبر نشدیم.
دا تار ستیرگی زما یادگی و علاوه کرد. ترجمهش را در خاطرت نگاه دار. ای چشم سیاه، زما یاد بکن. انگشت اشاره دست راستش را در هوا حلقه‌وار چرخانده، خبری جمله را معلم مثل هنرمند تئاتر خواند. باقی معلم یک ثانیه دیگر هم در جایش نایستاد، حرکت کرد و ما با مردک سؤالده منتظر ماندیم. به فکرم معلم جورایف سوی قصد ما را در شکل سوال شبهه آمیز فهمید و این کتیبه را در دفتر تیشه برای آن نوشت. ای ساده ها، شما اگر مرا امتحان کردنی باشید، روید این کتیبه‌ام را حرف به حرف در لغت کابید، یابید، بار دیگر قایل شوید. آن چیزی را که رستم جورایف می داند علم نام دارد.